سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در مسیر سیاهکل به لاهیجان. امروز چهارشنبه 10 آبان ساعت حدود 12 است. این مسیر کوتاه‌ترین و سریع‌ترین مسیر سیاهکل به لاهیجان است و طولش حدود 18 کیلومتره. این جاده با گذشتن روستاهای معروفی چون هزبرم، چوشل، سوختکوه، دهسر و لیالستان در نهایت به میدان سردار جنگل لاهیجان ختم میشه. در هر فصلی این جاده زیبایی‌های خاص خودش رو داره. در فصل بهار و تابستون مزارع و عطر برنج، در فصل پاییز و زمستان برف و بارون. البته اضافه کنیم که این مسیر مسیرهای حادثه خیز هم هست و به دلیل مسکونی بودن مسیر و همچنین رعایت نکردن رانندگان در سبقت و سرعت سالانه حوادث ناگوار زیادی رخ میده. قبلا ولاگ مربوط به گردش در شهر سیاهکل و شهر لاهیجان و همچنین منطقه زیبای سوختگو که در طول این مسیر وجود داره رو در کانال قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
میکنم.